بله شکر زنده باشین. خب دیگه بخوارم ور میدارم پیکنیک کردم ور میدارم میارم اینجا پوری گوشت 100 روپیه گوشتی را میستونم میارم قرار کردم خب شوروا آبار میکنم سر زمینا مال بیام کم خراب است کنم شما همون جی خب من تر راه میارم والا خب خداحافظ خداحافظ. شامت بله بیا اینجی زودتر بیا کمه بیاوردی کاسارم بیاوردی همه کچلو پیاز همه سیکو بگم این سدی بود از تایم مله 100 روپیه گوشت بست بگو برای شوروا ما این گوشتا خوبه بده خوبه بیا کنج یک شوروا تیار کنیم برو چوش که ترموزی جان کنشته کیف میکنه جان ولی یک دوتا بسته که پیکنیک میشه تا دیگه که هر چیزش خودی رفیقا خونو شجان میکنو 4-5 بسته هم که این میشه 5-6 روز فقط بیغم دنیا میشم آخ جان امرو ما چی رقمه که باز این مشتری همو اصلا اش که دنبا خمار نیم بلکن بیای که تسلافی بکنی آنه بیامد مشتری دبل بیامد کجایی کجیر خان اشته گومی مگر هر روز به تا یک باغچه و به پشت یک باغ و برات تو بگردم فکر نکرد جا خوری واز میکنی خود دیرو به تو بگفتم که آنه بیا پشت باغچه جوزا چی میگم هسته خونه استقون بی گرگه خونه گرگ بیستگونه خیلی نمیکشی تو نه دمی روز چند بس میکشی 100 روپیه هر یک پینجه شو یک پینجه شو چنده بوده ماله 100 بده 1000 بیارک ندارم پول 1000 بیار تا در روز فارغی آنه میچلم آنه جوان سر شطور دیدی ندیده دلجم همونای اصلیه دیگه تو بابا خوبی نه ها خوبی نه آه خوب من میرم که ایش کس ما نبینه
من میرم خب نمیام. ای تو برو پس. خوبه. از این برم دی. آه. ای تو برو. خوبه. خداحافظ. برو. بگم بچیم. چله. یک وقتی با اگه یک جامعه کسمسی از تو میبینه نگی که با پشت باغچه جوزایه. بلگم پشت بخو. برو دیگه جمعه سره. بچه نادانه یکو بچه نادانه نی امال 25 سال 26 سال عمری نه. بازم به حساب قیافه که سعی میکنی که مثلا نمیخوره به چیکی معتاد باشه. میگو تو کجا جور باشه چه برات تو بگنو باغچه برات تو بگردون. دیرو بابا با تو نگفتم من. این تنبو شده که هر روز یک دفعه جا خود تغییر دی یا تغییر ندی جا خود. خود دیرو با تو گفتم. با ما برتون باغچه پشت رفتم گفتم بعد اینجا گی. نه خود دیرو نگفتم ما باغچه پشت جوزا بیاییم. میگو اوستک اسکینه. میگو هم پتی موتور رفیق بیاوردم. تویه؟ خب. سگونه و هم هسته. خب. یه رفیق پینجری پگی بیشتر نمیده. نه کده که دیونه. باور کن. تو پتی کالونیه تو سعی بکن که پتی کالونیه. به استاش خوبه استاش چی کار میکردی؟ بله چی کار میکنی؟ همه بچه همسایه من هم اینا بیامدم اینجا که چیز میکنم اختلاط میکنم. ما اختلاط نکن لالا. مواد میکشی؟ مواد میکشی؟ نه تو خجالت نمیکشی؟ چیکار کردم؟ شرم حیا نداری؟ نه چیکار کردم؟ اینجا میای از این مواد میخری؟ کی مواد خریدم؟ من از همین طور تعقیب میکنم میگم تو اگر تقیافه خود خجالت نمیکشی؟ کو مواد برار من همال خودی رو معامله کردی باز حال کو مواد؟ چرا باز حال میزنی؟ کو مواد؟ چنده بفرختی؟ تو خبر نداری که اینجا زورگیر داره؟ ها؟ تو خجالت نمیکشی؟ فکر به کسی و دونگی ها بیا پیش بیا تو نگذاشت میگو چندی سودا کردی؟ بیریکو بیریکو سامه مربده که تو سر چپات میکنه بیریکو همه زن نمیفهم که اینجا قلدور داره بده عمل 18.5 ساله با سبا که سودا کردی با نمایم بفهمیدی خاف و چوب که تو کسی نبینه هر وقتی که میای اینجا حق خور میدی باز کار میکنی میگو شما زورگیریم اینجی؟ من زورگیر منطقه ام زورگیر فکر میکنی گردن کلوف فکر میکنی هر چی که فکر میکنی من اون فعلا شما نما از این بیشتر هم اعصاب من خراب نکن کارتو تا شما بذار دست پاخو میکنم اینجا راست میگه با خداحافظ دیگه برو به هر جا میری برو یا درو تال 18.5 سال سودا کرد این هم بیامدی قلدور گیری از من یا یاده برای هیچی هم نداره یا چپات که بگو اشتا کنم پیش از این زورگیر من از این محله اشتا برم کاش که به زینا میگفتم من جا خور تغییر دم اینجا با درد نمیخوره چکی ماجو بله ماما جان موج یک دیگ بخور خود یک دیگی که به دست کسی ندیدی نه ماما ندیدم آه آه دیگه که پیکنیک مار بجوندن ای رنگه که شما معتادا به خاک شه غیر از شما کی برده خیرم خیلی بینی موجود خاک خیلی خوشی شما بخورین موجود بله هم یک دیگ بخور خود یک پیکنیکه که ندیدین چیزی؟ دیگ بخور خود یک پیکنیکه دیگ بخور پیکنیکی؟ ها نه بلاره من نه کجا بده؟ کجا بگردم یک دیگ بخور یک پیکنیک به سر زمینه و خود دیگ آوار کردم فعلا دیشتی امرو
امروز فعلا داشتیم به خود دیگ بخار آوار کرده شروع آوار کرده بودم دیگ بخار پیکنیک هم بغل دیوار خودشته بیدک آخه دیگه کبرا ما به سرا بار میکنن شما به سر زمینه بار کردین. امروز سرام کسی نبیدک ها یعنی به بغل دیوار بگذاشتم میام سعی میکنم نه دیگ نه پیکنیک درک نداره الان من کجا بگردم خب اگه پیار من خبر شه به خونه دیگ بخارم گم کردم اینا برارم کارم این معتادا شاید باشه. الهی خدا اینا در کنه بروی این معتادار بگردیم. این معتادا کارا معتادای تا زمینا تو چه بگشتیم. کاره ای؟ بله تو کجایی؟ من خر میفروشم. خب خیره تو نبردی برارم ای به دیگ بخار. یک دم بده بعد جلو رو تاماد امیت نه یک دم به جلو رو تاماد چپک خواب زدن بده دیگ بخارم بستو اول بزنم دیگ بخار بستون مزمه. اگه مل بدی با دست ما بده خو اگه با تور بدیدم به دستتون میدم. خیر بینی ماما جو خوبه. میگو لاله یک سوال دیگه من شما میکنم. بگی ما از محله بالاترم. بزی بغل دیوال مثلا ایت یک آدم دیبی ندیدی مثلا ایت قلدره چری؟ مثلا ایت استینای ورزده باشه سکو بابا ایلا تو پهلوونه مثل پهلوانان میت دیب دبال قلدر زورگیر چری؟ که چی خاطر؟ ما خاطری که چیز اسب داشتی من گم شدی بیدک ما گفتم شاید کمی اسب با بوکس بزده باشه اسب به مو حالت بوکس خو رم کرده باشه برفته باشه اسب رو خو نه ماما جو ندید ندیدی؟ نه اگه تو دیگ بخواه دیدی بستگ من نفر ها اگه تو مو قلدر دیدی بگو همون نفری که قلدری کردی انا برات تو میگرده اگه من دیدم که دیگ بخار ببردی بیا پیکنیک من میگم همون نفری که دیگ بخار پیکنیک بردی خب ما دو طرف برم برات دیگ بخار بگردونیم سر